بنده پوشید میشد پیری راه، ناگهان او را بدید یک پادشاه. گفت من به یا تو هان ای ژنده پوش. یا شیخ همین آدمی خاکسار آخی یا لباس جیدن در تنش میگه در راه میرفت گردنکش کج که ای پیشش یک کوچو میگذشت با یک غرور و تکبر گفت گوش که تو دعوا میکنی من بنده خدام، اینا خدا مرا داده، اینا داده خدا میگم من خوبم یا تو که اینا راست شروع کن، من بهترم یا تو. گفت من به یا تو هان ای ژنده پوش. پیر گفت ای بیخبر تنزن خموش، گرچه ما را خود ستودن راه نیست، کام که او خود را ستود آگاه نیست. دیگه شیخ هم غضبش کرد، مرد خدا یک غیرت داره آخی، اما غیرت بجوش اومد. گفت بیخبر اگر چنده که همین تعریفی خود کردن پنبه خویدن ای پخت خویدن ای در رسم و رسوم ما خود تعریف کنی نیست، لیک چون شد واجبم چون من یکی بهزی چون تو 100,000 بشکی. لیکن جواب تو در گردنم واجب شد او با یقین بفهم که من اهمیش 100,000 طوری به عقل را مرتبا بلوتر بلندتر است. زان که جان از شیریدی نشناخته است، نفسی سگ از تو خره برساخته است. و برای تو نمیدونی آخی زندگی را نمیدونی، همون نفسی پلیت را خرد کرده، نفسی که سگای تو را خرد کرده است. وانگهی بر تو نشسته ای امیر، تو به زیر باری او گشتی اسیر. هرچی فرماید تو را ای هیچ کس، خواه و ناخواه آن کنی تنها و بس. تو چی آخی؟ هم یک نفسی سگ تو را خرد کرده، هرچی بفرما گفتش اجرا کردستی. لیک چون من سیر دین بشناختم، نفسی سگ را هم خری خود ساختم. همون من